بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الله با خواست خداوند آغاز می‌کنیم در برای حدیثی که نوم حدیث جساسش میگن، مشهور به همین حدیث جساسه. از فاطمه بنت قیس، عن فاطمه بنت قیس رضی الله عنها، از فاطمه بنت قیس راضی باشد خداوند از او روایت است، فرمودند که سمعت نداء المنادی، شنیدم فریاد منادی را، یعنی کسی ندا میکرد. منادی رسول الله صلی الله علیه وسلم، منادی کی بود؟ فریاد کن کی بود؟ فریاد زن پیامبری خدا صلی الله علیه وسلم بود. ینادی الصلاة جامعه، ندا میکرد که نماز جامعه، الصلاة جامعه، مثل که برای نمازهای عید پیغمبر میگفت الصلاة جامعه، ای نماز یک جایه، یعنی همراه. فخرجت الى مسجد، پس برآمدم به سوی مسجد. فصلیت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم، با همراهی پیامبری خدا صلی الله علیه وسلم نماز گذاشتیم. فکنت فی صف النساء، پس من در چی بودم؟ در همون صفی که زنها بودن، در همون صف بودم. صفی که التي تلی ظهور القوم، صفی که برابری چی بود؟ برابری صفی چی بود؟ یعنی پیدایش همون قوم، یعنی در همون صفی که قوم و مردان می دیدیم. فلما قضى رسول الله صلی الله علیه وسلم صلاته، پیامبری خدا صلی الله علیه وسلم وقتی که نماز خود را گذاشت، ای تمام کرد، جلس علی المنبر، در بالای منبر نشست، و هو یضحک، و هو تبسم میکرد، میخندید صلی الله علیه وسلم. فقال لیلزم کل انسان مصلاه، گفت که هر یک انسان جای نمازگزار خود را ترک نکند، هر یک انسان جای نمازگزار خود را ترک نکند، ای در جای نماز گذاشته است بنشیند. ثم قال، پس گفت اتدرون لما جمعتکم، آیا شما میدانید که من برای چی شما را جمع کردم، در همینجا جمع کردم؟ قالوا الله و رسوله اعلم، گفتن که چی؟ خدا و رسول او داناتر است. قال انی والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، هر آینه من به خدا قسم میخورد، به ذات خدا، که والله من شما را جمع نکردم نه برای یگان رغبتی، یگان خواهشی، و نه برای یگان ترساندنی، نه برای یگان خواهش و رغبتی و نه برای یگان ترساندنی، ولكن جمعتكم لأن تمیم الداری، برای آن شما را جمع کردم که تمیم الداری كان رجلا نصرانيا، تمیم الداری یک مرد نصرانی بود. فجاء فبايع فاسلم، پس آمد و مبایعت کرد پیغمبری خدا را صلی الله علیه وسلم، و اسلم، پس مسلمان شد. و حدثنی حدیثا، یک حدیث را برای من روایه کرد یا که حکایه کرد. وافق الذي كنت احدثكم، موافق آن سخنی که حدیثی که من شما را درباره مسیح دجال حکایه کرده بودم یا که سخن گفته بودم. وافق الذي كنت احدثكم عن مسیح الدجال، از مسیح الدجال حکایه کرده بودم، موافقت همون حدیث من کرد، برای همین میخوام برای شما همین حدیث را حکایه کنم یا قصه کنم. حدثني انه ركب في سفينة بحرية ما 30 رجلا من لخم وجذام، گفت که من حدثني ای مرا سخن زد به سوی من، گفت که من حکایه کرد به مرای من که من در کشتی سوار شدم، کشتی بحری سوار شدم با 30 نفر مردی از چی؟ از لخم و جذام. لخم و جذام این یک جایگاهی است، یعنی که منطقه های است، یعنی 30 نفر از چی؟ یعنی که برخی از آنها از لخم، از منطقه لخم، و بعضی از آنها از منطقه جذام. گفتیم کشتی بحری بود با 30 نفر مرد از لخم و جذام، ای دو قبیله. فلعب بهم الموج شهرا في البحر،
در بحر موج با آنها چی میکرد؟ با آنها بازی میکرد، یعنی که موج این سو آن سو آنها را میبرد. 1 ماه در بحر ماندند، راه گم، یعنی که راه را گم کردن، راه را گم کردن. 1 ماه در بحر موج آنها را این سو آن سو میبرد. ثم ارفعوا ای التجأوا الى جزیره فی البحر. پس چی کردن؟ به یک طرف از جزیره آنها را بحر پرتافت، یعنی موجهای بحر آنها را یعنی که التجأوا به یک طرف، به یک کنج جزیره آنها را بحر چی کرد؟ آورد. فی البحر حتی مغرب الشمس، تا چی؟ تا یعنی مغرب الشمس، آفتاب نشین مغرب. فجلسوا في اقرب السفينه، ترجع أورتون. فجلسوا في أقرب السفينة وهي سفينة صغيرة تكون مع الكبيرة كالجنينة يتصرف فيها ركاب السفينة لقضاء حوائجهم، الجمع القوارب والواحد القارب. فدخلوا الجزيرة، فجلسوا في أقرب السفينة، در نزدیکترین سفینه نشستند. سفینه چی بود؟ آنها را به یک جزیره آورد، به یک جزیره آنها را بحر پرتافت. فدخلوا الجزيرة فلقيهم دبة اهلب، به یک جزیره بحر، موجهای بحر آنها را پرتافتند که در اون جزیره در آمدند. پس در اون جزیره کی را واخوردند؟ یک حیوانی خیلی بزرگی را، خیلی سیرپشم، حیوانی کلان بزرگ و سیرپشمی بود. سیرپشم لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر. آنها فرق نمی کردند، جدا نمی کردند پس اون حیوان را از پیشش. برای چی؟ برای که خیلی موی سیرموی بود، موی زیاد، یعنی موی زیادی داشت در بدنش که پس از پیش فرق کردن نمیشد. فقالوا ویلک ما انت، هلاک بر تو کیستی؟ فقالت انا جساسه، گفت که من جساسم. گفته شد که برای چی جساسه نامش ماندند؟ برای که برای دجال جساسه، ای برای دجال جاسوسی میکرد، خبرها را برای دجال می آورد. جساسه برای نامش ماندند که چی؟ برای دجال خبرها را می آورد از هر جا. قالوا وما جساسه، گفتن پرسیدنش که جساسه چیست؟ قالت ایها القوم، گفت که ای قوم، انطلقوا الى هذا الرجل في الدير فانه الى خبركم بالاشواق. گفت که بیایید برویم به پیش یک مردی که وای در همون غار است. فانه الى خبركم، وای اگر بشنود شما را، شما برای شما بشنود، خیلی چی شوقمند است برای شما، یعنی که وقتی شما را بشنود که شما آمدید، خیلی شوقمند است شما را بیند. خلاصه قال لما سمت لنا رجلا فرقنا سمت لنا، وقتی که به ما را وصف داد همون مرد را، فرقنا ای ترسیدیم، منها از او ترسیدیم، ان تکون شیطان، ترسیدیم که شیطان نباشد. قال فانطلقنا سراعا حتى دخلنا، پس شتابانه در آمدیم، شتابانه راه سپار شدیم، حتى دخلنا الدیر، تانی که در همون غار در آمدیم. فاذا فيه اعظم انسان رأيناه قط خلقا، وقتی که در آمدیم، هنگامی که در آمدیم دیدیم یک مرد انسانی بزرگ، خیلی خیلی بزرگی را که در حیات خود آن خیلی آدم ندیده بودیم، خیلی خلق خدا را ندیده بودیم. و اشده وثاقا، و خیلی سخت زنجیر پیچ کرده شده بود. مجموعه یداه الى عنقه، حتی دستان او در گردنش بستگی بود، یعنی که دستان پیچیده در بالای سینه‌اش به گردنش یعنی که بستگی. ما بین رکبتیه الى کعبیه بالحدید، بین زانوش تا کعب پاش با چی زنجیر پیچ کرده بود. قلنا ویلک ما انت، گفتیم که وایل تو کیستی؟
هلاك بر تو گیستی. قال ما قدرتم على خبری، قد قدرتم على خبری، ای شما گفت که حاضر شما چی؟ ای قد قدرتم على خبری، ای وقفتم الان على خبری و حالی، ای شما حالی مرا آزی دیدید، خبری مرا فهمیدید، شنیدید و دیدید. فاخبرونی ما انتم، قف فأخبروني ما أنتم. قالوا نحن أناس من العرب ركبنا السفينة بحرية فصادفنا البحر حين اختلم. خلاصه گفت که ما چیم؟ ما اخبرونی گفت مرا خبر دهید. ما انتم، شما کیستید؟ چیستید شما؟ قالوا نحن أناس من العرب، گفت که ما مردم از عرب، قبیله عرب هستیم، در کشتی بحری سوار شدیم، پس بحر ما را ای صادفنا البحر حين اغتلم، ای وقتی که ما سفر برآمدیم، در وقتی سفر برآمدیم که در اون حال بحر چی بود؟ به هیجان بود و از اون حدی که داشت گذر کرد، تجاوز کرده بود، یعنی که خیلی موج و خیلی چی بود؟ بارانگری و خیلی موج بود که اونها رو برتافت. فقال اخبرونی عن نخل بیسان او بیسان، گفت که مرا خبر دهید درباره چی؟ خرمای، درخت خرمای بیسان. منطقه در چی است؟ در جزیره عرب. منطقه در چیست؟ در جزیره های عرب. اخبرونی عن عین زغر، مرا خبر دهید از چشمه زغر. زغر میگه زغر این یک شهری است که در جانبی قبلی از شام، خیلی از شام است، یک شهرچه در شام. اینی انا المسیح، گفت منم مسیح دجال. گفت منم چی؟ مسیح دجال. وقتی گفت که اخبرونی عن نخل بیسان، از خرمای بیسان. قلنا ای شی، ای شأنها تستخبر، از کدام چیز تو میخوای ما تو را خبر دهیم؟ قال، گفت اسألكم عن نخلها هل يثمر، گفت من شما را میپرسم که آیا همون خرما تا حال میوه میدهد؟ قلنا له نعم، گفتم بله. قال اما انه يوشك ان لا يثمر، گفت که اما حاضر، گفت نزدیک است که دیگر میوه نمیدهد، یعنی به قریبی مدت قریبی مانده است که دیگر میوه نمیدهد. قال اخبرونی عن بحیره تبریه، گفت مرا خبر دهید از بحیره که بحیره تبری است. قلنا ای شی، ای شأنه تستخبر، از کدام چیز میخواهی که ما تو را خبر دهیم؟ قال هل فیها ماء، گفت آیا در همون بحیره که بحری کوچکی، آیا در اونجا ما آب است؟ قالوا هي كثيرة الماء، گفت که آبی خیلی بسیار دارد. قال اما ان ماؤها يوشك ان يذهب، گفت که اما این هر آینه آبی او زود است که نیست میشود. قال اخبرونی عن عین الزغر، گفت مرا خبر دهید از چشمه زغر. این یک شهر گفتیم که از شهر. قالوا ای شی تستخبر، گفت از چی میخوای بپرسی، خبر دهیم برای تو. قال هل فی عین ماء، هل فی العین ماء، آیا در همون چشمه آب است؟ و هل یزرع اهلها بماء العین، آیا در همون چشمه آب هست و مردم اهل همونجا از همون آبیاری میکنن و کشاورزی میکنن و زمین هاشو میکارن؟ قلنا له نعم، گفتیم بله. هي كثيرة الماء، آب خیلی بسیار است. و اهلها یزرعون من مائها، و اهل اون شهر یا که همون قشلاق یا ناحیه از همون آب میدهند زمین های خود را. قال اخبرونی عن نبی امیین، ما را خبر دهید از چی؟ از پیغمبری امی.
ای ننوشتن خواندن میتواند. ما فعل، چی کار کرد؟ قالوا قد خرج من مکه و نزل یثرب. گفت که از مکه برآمد، یعنی که وقتی که پیغمبر از مکه چی مینه هجرت مینکو، از مکه برآمد و نزل یثرب، به مدینه رفت. قال اقاتله العرب. گفت که آیا عرب با او بر ضد او جنگ کردند؟ قلنا نعم. گفت بله. گفتیم بله. قال کیف صنع بهم. گفت چطور؟ گفت که کیف صنع بهم فاخبرناه. گفت چیکار کردند قوم برای او؟ فاخبرناه انه قد ظهر على من يليه من العرب فاطاعوه. خبر دادیم برای او که از عرب آدمان پیدا شدند که او را پیروی کردند. قال لهم. گفت برای آنها قد كان ذلك. آیا همین طور شد؟ قلنا نعم. گفتم بله. قال اما ان ذاك خیر لهم. گفت اما این برای آنانی که او را پیروی کردند خیر است. خیر است که ان یطیعوه، خیر است که او را پیروی کنند. و انی مخبرکم عنی، من شما را خبر میدهم که من کی هستم. انی انا المسیح، هر آینه من مسیح دجال هستم، مسیح دجال هستم، مسیح دجال. و انی اوشک ان یؤذن لی فی الخروج. گفت که نزدیک است، زود است که برای من رخصت یا اجازت داده می شود برای برآمدنم، یعنی برای برآمدنم. فاخرج فاسیر فی الارض، پس می برایم از همین جا در زمین سیر می کنم. فلا ادع قرية الا هبطتها فی 40 لیله، پس نمی گذارم یگان ناحیه یا که قریه قشلاقی را مگر او را طی می کنم در زمین 40 روز 40 شب 40 لیله، 40 شب در زمین را 40 شب همه جای زمین را طی می کنم. غیر مکه و الطیبه، غیر مکه و الطیبه ای مدینه، فهما محرمتان علی کلتاهما، پس آنها برای من حرام است، در آمدن آنها برای من حرام است. هر دو همون شهر برای من در آمدنش حرام است. كلما اردت ان ادخل واحدا، هرگاهی که خواستم که یکی از همون شهرها را درایم، او واحدا منهما، یا که یکی از آنها را استقبلنی ملک بیده سیف، مرا پیشواز میگرفت فرشته‌ای با در دست شمشیر. سلت یصدونی عنها، گفت که بیده سیف سلت یصدونی عنها، در دست شمشیر و برداشته مرا رد میکرد، مرا من میکرد، باز میداشت از در آمدن. و این علی کل ثقب منها ملائکه یحرسونها، یعنی که هر آینه میگه به هر یک سوراخی یا که همون شگافی وی فرشته های هستن که او را حمایه و حفظ میکنن. قالت، گفت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، پس قالت همون که فاطمه، قال رسول صلی الله علیه وسلم، پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمودن که و طعن بمخصرته فی المنبر، با همون چوبی در عصایی که دستش بود در منبر زد. هذه طیبه، هذه طیبه، هذه طیبه، گفت که این طیبه است ای مدینه، این طیبه است، این طیبه است ای مدینه است. الا هل كنت حدثتكم ذلك، آیا من شما را خبر نداده بودم همین؟ پس گفتن، فقال الناس، مردم گفت که بله نعم، فانه اعجبني حدیث التمیم، پس حدیث التمیم مرا خیلی، یعنی که مرا خیلی عجایبی داد، یا که چی داد مرا، چی میگن از این، او میگن که مرا معقول شد، خلاصه هم به توجیه میگه معقول شد خلاصه. حدیث تمیم داری ان برای چی میگه؟ انه وافق الذي كنت احدثكم عنه، برای چی؟ برای که موافقت شد، یا که موافقت یعنی برابر شد به اون چیزی که، یا که همون خیلی که من برای شما گفته بودم، همون خیلی همون تمیمی داری هم خیلی قصه کرده بود، هم خیلی که من برای شما قصه کرده بودم. و عن المدینه و مکه، درباره مدینه و مکه. الا انه في بحر الشام او بحر اليمن، الا
هر آینه میگه چی؟ او در بحر شام یا که در بحر یمن، لا بل من قبل المشرق ما هو، نگفت بل از چی است؟ از جهت مشرق. ما هو من قبل المشرق ما هو، گفت که از قبل، از طرف مشرق، از جهت مشرق. ما هو من قبل المشرق ما هو، از جهت مشرق گفت ما هو. قال قاضي لفظه ما هو هو زیاده. قاضي ابن عیاض گفت که لفظی که ما هو این زیادتی در حدیث لسلة الكلام برای پیوست کردن سخن، لیست بنافیه، ولی این لام نافیه، لام نفی کننده یا که چی نیست، نفی کننده نیست. والمراد اثبات انه في جهات المشرق، والمراد از این سخن است که اثبات چی است؟ اثبات کردن جهت مشرق، ای از طرف مشرق. او ما بیدی المشرق، ای نشان داد به دست خود، اشاره کرد به دست خود به طرف مشرق. قالت فحفظت هذا من رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس گفت من همین را از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم حفظ کردم درباره دجال. رواه مسلم فی صحیحه 2942، امام مسلم در صحیح روایت کرده است، حدیث صحیح 2942. رواه اهل العلم في كتبهم ومن طريقهم فاطمة بنت قيس والترمذي وصحيح الجامع. هذا حديث صحيح غريب انتهى. قال ابن عبد الله في الاستذكار ثابت صحيح من جهة الإسناد والنقل. ابن عبد البر من جهة الاستذكار ثابت صحيح شده از جهة اسناد و نقل. خلاصه این درباره چی؟ درباره همین حدیث. باز میگه که فیاتی سبخ حرفونه که المنافق یتبع الدجال من یهود. خلاصه پیروی میکنند دجال. گفتیم یهودای اصفهان 70,000 علیهم تیالسه. گفت که پیروی میکنند دجال یهودای اصفهان 70,000 علیهم تیالسه، ای بر آنها تیالسه. تیالس این جمع تیلسان، وهو ثوب معروف والعدد للتكثير. قال النووي هذا هو في جميع نسخ ببلاد 70 بالسين والباب. خلاصه میگه که تیلسان این چی است؟ یک لباس معروفی است در اصفهان که همون لباس میپوشن. ما بین خلق آدم الى قیام الساعه خلق اکبر من الدجال. میگه بین آدم، آفریدن آدم روز قیامت، خلق بسیاری، خلق بزرگی است از دجال. أي أكبر من فتنة، أكبر فتنة على الأديان وأعظم شوكة وأخطر رسالات الرسل من الدجال. أي بزرگترین فتنة برای دینها، همه دینها این چی است؟ امون چی؟ دجال. بادر بالأعمال 6 طلوع الشمس من مغربها ودخان والدجال والدابة. خلاصه میگه شتابید با کارهای نیک، شتابید بالأعمال 6، بالأعمال میگه کارهاتون، میگه شتاب کنید، کار نیک کنید. ای 6 پیش آدن که 6 چیز می براید. یکمش طلوع شمس مغربی، برآمدن آفتاب از مغرب، از عکسش الدخان دود دجال، و الدابه حیوان کران، و خاصتا احدکم او امر العامه فی روایت بعده. خلاصه همینا بود درباره دجال، برآمدن دجال. برادرای جان، خواهران گرامی، این بود درباره حدیث دجالی که ما صحبت کردیم که پیغمبر دربارش گفت که صحبت کرده بود پیشکی.